Ассаламу алейкум. Шабахай. دوستان و اولین روزی رمضان رو استارت کردیم. هم میگن در رمضان پیش از افطار یا بعد تراویح مشق کردن خوب است، توسعه می شود و به افطار خوراک سبک، البته آب نوشیدن که دوامی روز ارگانیسم خشک شده بود تا با کسلرات پر شود و البته این باز یک سبب مقصدی است تا رشد کنیم روحانی، روانی، جسمانی و دوستان به همه شب خوش، ورزشی و پایهای سبک تا در آینده.